سلام برای بچه‌ها، تو چطوره؟ چه خبر؟ چیکار می‌کنید بچه‌ها؟ ببخشید احتمال داره مثلا من چند صدم ثانیه دیر سلام میکنم. سابقه داشته خود دیدم دیگه، مثلا دیدم سلام مگه نمیفته، ببخشید یا دوبار سلام کنم. بچه امروز آمدم با معرفی یه ماشینی که هرگز تولید نشد، در حقش خیلی ظلم شد. ماشین به نام مرسدس بنز تی 80 کلا یک نمونه ازش ساخته شد فعلا تو موزه مرسدس بنز. خب این ماشین داستان چیه؟ چرا من دارم مثلا راجبش میگم؟ چرا یه ماشین چرا اسمش حالا به گوش خیلیا نرسیده؟ مال سال 1939 بوده این ماشین. مثلا فکر کنم آره دیگه خیلی طول داشته، یا 6 تا چرخ یا 4 تا چرخ داشته. این ماشین مشخصات زیادی به خاطر هم اون زمانش که تولید شده، هم زمانی که مثلا دیگه هم یه دانهش تولید شده، مشخصات خیلی دقیق ازش نداریم. فقط اینه میدانیم که این ماشین زمانی که تست ازش گرفتم قادر بوده تا 600 الی 750 کیلومتر بر ساعت سرعت بره تو اون زمان. حالا می‌پرسین چطوری؟ چرا اون زمان خود با موز آدم آتش درست می‌کرده؟ به خاطری که اون زمان مرسدس بنز دنبال رکورد شکنی فراوانی بوده و البته بماند که فکر کنم شکستش، ولی خود ماشین تولید نشد که دیگه دقیق نمیدونم. به خاطر همین این ماشین موتور و توربوی هواپیما روش بوده، 12 سیلندر و 3000 اسب بخار. این ماشین قدرت داشته، قدرت سرعت داشته، 12 سیلندر. نمیدونم موتورش دقیق مال هواپیما بود یا نه، به خاطر همینه ببخشید شرمندم اطلاعات دقیقی راجع به ماشین وجود نداره. این ماشین موتور وسط بوده و مثلا محرک هم عقب بوده هم جلو، مثلا همه چرخ حرکت میکرده. یا ببخشید شرمندم اطلاعات دقیقی آدم راجبش ندارم. فقط این میدانم اگه بخوام دقیق بهتون برسم 600 تا 750 کیلومتر بر ساعت میرفته و 3000 اچ پی داشته. این فکر کنم محرک عقب بوده دیگه، اون زمان پلیس نبوده دیگه، درسته دیگه. ماشین بی‌نهایت آیرودینامیک داشته، تک سرنشینی بوده، چرخ‌های جلو داخل گرگیر بوده به خاطر آیرودینامیک و تو زمان فرمان داشته. یک دانه کلا دنده داشته، یعنی چه دنده اصلا مهم نبوده باشه یا نه اونجا، ولی فرمان داشته که من کاربرد فرمانش نمیدونم. خب مگه ماشین چرخ داخل گرگیر نیست؟ بعد توی اون زمان این ماشین این همه سرعت میرفته، لاستیک واقعا از کجا براش آوردن؟ بوگاتی از یه شرکت لاستیک سازی که بهتر اسمش نام نبریم چون براش اعتماد داره بد باشه، تهدیدش کرده که باعث شد لاستیک برای سرعت 490 کیلومتر بهش بده برای بوگاتی ویرون. اما این ماشین واقعا لاستیکاش چجوری به دست آورده؟ تست سرعت تا 600 کیلومتری نش گرفتن، چرا لاستیکاش نترکیده خدا میدانه. بچه این بود از معرفی ماشین امروزمان، مرسدس بنز تی 80. بدرود.